التماس دارم که با سوال من جواب گردانید. آدمی که بیماری قند و دق نفس می باشد، در طهارتش و روزش او کار یا دارو ریزد، طهارت و روزش می شکند یا نمی شکند؟ یعنی بیماری هایی که امروز هستند و وقتی که احتیاج به اوکال می شوند، اوکال می گوییم ما شما، آیا روزه هاشون می شکند یا نمی شکند؟ همون فتاوای محمودی که من در آغاز برای شما نامی را گرفتم، در همین فتاوای محمودی هم آمده است که اوکال روزه را نمی شکند. فهمیدید؟ اوکال روزه را نمی شکند. فقط خدا رحمت کند امروز بعضی از پیشواهای ما و شما همون گلوکوز را میگد اگر در رگ بذارانند و قوت میبخشند همونش میشکند. دیگر اوکال هایی که برای شما میکنند وایش میگد روزه را نمیشکند. حتی همین فتاوای محمودی هم به همین چیز فتاوا دادگی هستند. برای همین دادرهایی که امروز بسیارش دندان درد هستند، دندان میکنن، اوکال میکنن، دیگر احتیاط کنید که همون خونه که از دندان جدا میشد در حق تا نرود، همونش روزه را میشکند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. رخانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. آیت قرآن معلوم این است که وقتی که پروردگار ماه که بیان کرد، از شخصانی که دعوا میکنند که روزه 3 روز است یا روزه 1 هفته است و دیگر معلومات های نادرست میدهند، همگیش در برابر این نص قرآن باطل میشوند. مثلا ماه و روزه خود 1 ماه است، خواه 29 روز است، خواه 30 روز است. پروردگار بیان میکند ماه رمضان ماهی است که در این ماه نزول قرآن است، نزول قرآن است. ما و شما سوره قدر میخوانید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. صدق الله العظیم. پروردگار میفرماید ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر. ببین اکثر مفسرات شب قدر شب 27 ماه رمضان میگویند. یعنی این شب خداوند به خاطر چی قدر داد؟ به خاطر چی قدر میگوید؟ به خاطر که در این شب نزول قرآن بود. خداوند از لوح المحفوظ که از آسمان دنیا بالاست، از اون بالا و از آسمان دنیا را در شب 27 رمضان قرآن پایان کرد و از این آسمان دنیا حضرت جبرائیل در دوام 23 سال و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوره به سوره، آیت به آیت پایان می آورد. خداوند بزرگی این ماه را به این بیان کرد که این ماه رمضان شرف و قدرش در این است که در این ماه ما نزول قرآن داشتیم، ما قرآن نازل کردیم. کدام قرآن؟ هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. همان قرآنی که هدایت مردم میکند، همان قرآنی که عالم راهنمایی میکند. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم.
الله العظیم. خدا میگوید این قرآن کتابی هست، قرآن راهنمایی میکند مردم را برای که سعادت دنیا و آخرت است. این قرآن کتابی هست که کتاب ما نیست، کتابی هست که هدایت برای عالمیان است. هر کسی که به این قرآن نزدیک می شود، هر کسی که این قرآن احترام می کند، هر کسی که از قرآن و قرآن چنگ می زند و عمل می کند، او در دنیا و در آخرت آدمی با سعادت است. خداوند حتی حبیب خدا خیرکم من تعلم القرآن و علمه. ببین اگر همین قوم ما و شما 3000 و 4000 نفر باشد، در بین همین فقط ما و شما حبیب خدا گفت بهترین شما کسی هست که قرآن میخواند. ببین باز این قرآن با دیگرها تعلیم میدهد. افسوس که امروز جوانای ما و شما آدمای با توفیقند، همگی اینا را خدا هدایت کرده است، مسجدی کردند، خدا را دوست بدارند، حبیبش را دوست بدارند، لیکن افسوس که از خواندن قرآن دور ماندند. افسوس که به قرآن کم اهمیت میدهند. امروز اکثریت جوانای ما و شما قرآن خواندن نمیتوانند. حبیب خدا میگوید ان الذی لیس فی جوفه شیء من القرآن کبیت الخرب. اگر بنده که چی زن باشد چی مرد باشد، اگر حفظی از قرآن ندارد یا کتابخوانی از قرآن ندارد، او مثل یک خانه ویران شده است. جوانای عزیز، پروردگار قرآن بزرگی ماه مبارک به نزول قرآن بیان کرد. ما همگی چنگ زننده به قرآن ما باشیم، همه سعی و کوشش کنیم که امروز قرآن خوان شویم. امروز الحمدلله اینقدر برای ما و شما هر شرایط ها، اگر خواهیم شرایط ما خوب است، الحمدلله مهیا است، میتونیم که در هر یک مسجد ما و شما تعلیم گیریم. آینده با سواد شویم، انقلا فریب یگان دشمنی خدا داده میزنیم. با سواد باشیم، ما و شما را کسی استفاده بردن نمیتونیم. پروردگار بیان کرد رمضان ماهی هست که در این ماه ما قرآن نازل کردیم. قرآن نزولش در همین ماه مبارک بوده است. پس پروردگار فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. پس کدام شما اگر در ماه مبارک رمضان حیات داشته باشید، زنده باشید، پس برای شما فرض این است که ماه مبارک روزه گیرید. امروز در همین قدر الحمدلله موعظه ها، این قدر گفت و شنیده ها، این قدر دعوت هایی که خدا را شکر وجود دارند، بازم میبینی بعضی بنده های خدا روزه را میخورند. بعضی بنده های خدا آنقدر ناسپاس هستند که نام مسلمانی میخواهند که گویند که ما مسلمانیم، لیکن از روزه ماه مبارک میگریزند، از روزه ماه مبارک روزه نمیدارند. زمانی که الله آنها را امر دارد که با در گردن تو بنده روزه داشتن فرض است، فرض است، فلیصمه. الله در دوام این آیت مبارکه چی میگوید؟ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. خداوند میگوید اگر شما بندگان من در همین ماه مبارک مبادای بیمار شوید، مبادای بیماری شما را فرا میگیرند، معده درد میشوید، گرده درد میشوید، سر درد میشوید، یعنی درد در تو پیدا میشود که قوت روزه گرفتن ندارید، الله میگوید یرید الله بكم اليسر، من برای شما فقط آسانی میخواهم، هیچ وقت مشکلات بالای شما آوردنی نیستم. قوت روزه گرفتن نداری، روزه بخور تا زمانی که خدا تو را شفا میدهد. یا اگر شما بندگان خدا در این ماه مبارک سفر داشته باشید، خداوند برای شما رخصت میدهد که در سفر روزه هاتان خورید، گناهی ندارد. الله برای شما همیشه آسانی میخواهد، هیچ وقت برای شما مشکلات نمیخواهد. فقط از شما دادرای عزیز، همین خواهش من همین است
که روزدار هستیم. حبیب خدا فلا یرفث ولا یسخط، در ماه مبارک یکدیگر را دشنام ندهید. سخنهای بی معنی و ناشایان از زبانهاتون صادر نشود، زیرا که در روزه شما بسیار خلل کلام دارد، در روزه شما بسیار ضرر کلام دارد. سوال جواب ها را انشاءالله شروع میکنم. الحال یک چند خواهر اسلامی من بیرون کوچه از من مکتوب دادن که همین ها را اولا خوانده دهید. السلام علیکم دولای محترم، برادر عزیز و مهربان. وقتی که صدای شما رو میشنوم از شادی بسیار به هیجان میآیم و خواهش دارم که همین جمعه جواب مکتوب من را گردانید. اینجا در خواهر عزیز یک نام دو دامولا را گرفته است. راستی بار ما از خواندن نام این دامولاها البته دور می‌ایستیم، فقط آوازه بود است که یک دامولا را اینجا نامش گرفتن که به اجازت پدر و مادر دختر و دخترهای اونها را شوهر می‌دهد، بچه‌های اونها را زن می‌دهد. راستی بار در حق دامولا تهمت‌های زیاد خیلی زیاد است، لیکن برادرای خیلی عزیز و گرامی، از همه شما یک خواهش برادرانه من همین است که زبان از غیبت عالم ها دور دارید. هیچ وقت به اهل علم، هیچ وقت به پیشواها زبان درشت، زبان تهمت نکشایید. و این دامولا هم البته این حقوق هم ندارد که دختری هر کسی را که خواهد در هر کس دادن گیرد، یا بچه هر کسی را که خواهد زن دادن گیرد. این کار دامولا هم نیست، مگر من گمان میکنم که و این شاید دلالت کرده باشد که کدام شما اگر دختری به شوهر دارین اعلام کنین تا که مثال مردم آگاه شوند، دخترهای شما را در بچه های خودشان تسلیم کنند. شاید همین قدر گپ باشد، از این زیاد دیگر چیزی نیست. و دویم اینکه دامولای دیگر هم این خواهر عزیز نام گرفتن که در موعظه ها بسیار سخنهای درشت استفاده میبرد و کلمه های بی‌حیانه را استفاده میبرد. خواهش از شما دارم که مقصد یعنی به همین داموله ها رسانین تا که از گفتار این کلمه های خیلی ناخوب دور ایستند. البته خواهر عزیز، الله در قرآن تمام واعظان، تمام پیشواها را سفارش می‌دهد ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. همیشه بندگان خدا را وقت موعظه میکنین با سخنهای خوب، با سخنهای نیک بنده های خدا را دعوت کنین و شما در حالت موعظه هاتون کلمه های قبیح، سخنهای درشت استفاده نبرید، زیرا که از پیغمبر خدا این گونه دعوت هیچ وقت صادر نشده است. و این خاطر میلش بعضی داموله هایی که عصبانی میشوند، سخنهای گوییم سخت در سخنرانیشان استفاده میبرند، اینم گمان میکنم که از روی دلسوزی است. باور که میبینند حال مسلمان ها را در یک حالت خیلی ناخوب، میبینند دخترهای مسلمان ها را در حالت ناخوب، بچه های مسلمان ها در حالت ناخوب، خیلی باور که عصبانی میشوند، خیلی ناراحت میشوند. این از روی غمخواری اونها باور به صدا میدهند. این به خاطر دیگر یگان گوییم که فعلی بدی اونها یا یگان غرض دیگر داشته باشند، فکر میکنم از این نیست، فقط همش از روی دلسوزی است. شما میبینید که وقتی که پیشواهایی که یگان سخنهای سخت میگویند، در حال بیچاره مورد فشار و مورد عذاب قرار میگیرند. آیا اونها میخواهند که مورد فشار و عذاب قرار گیرند؟ نه، لیکن به خاطر خدا و پیغمبر او این جمله های سخت استفاده میبرند. و این خاطر دادرای عزیز و خواهرای عزیز هیچ وقت ملال نشوید وقتی که از پیشواها گاه شما صداهای مثال گویم که سخت
یا یکان سخنهای قبیح را میشنویم، همه این از برای خدا هست، همش به خاطر دین هست. نمیکنن دیگر بعضی دامله هایی که گوییم که امروز خاموشی را برای خود اختیار کردن، یعنی یک بنده خدا را دعوت کنند. برای دعوت کردن هم غیرت در کار، جسارت در کار. خب درود و رحمت و برکات در عمر جان شما داملای محترم. حمد و ثنا و خداوند عز و جل و حبیب او محمد صلی الله علیه و سلم. عذر دارم، از سبب مریض بودن معده هم این سال روزه نگرفتم. نمازهای 5 وقته و جمعه را به وقتش میخوانم و خواهم خواند. سوال تعجیلی، در حالت روزه‌دار نبودن و نماز تراویح را بگذارم یا نه؟ التماس در همین جمعه جواب دهید. برادر عزیز، چگونه که الان من در آغاز صحبت برای شما قید کردم، مادامی که این برادر ما بیمار است و روزه را بر عذر خورده ایستاده است، با طریق اولا نمازهای 5 وقته، نماز جمعه، حتی تراویح را هم آمده خواندن تو لازم و شرط است. بسیار درست میشد. البته تو در نگرفتن روزه در پیشگاه خدا گناهکار نیستی، زیرا تو عذر داری، مثلا بیمار هستی. از این خاطر تراویح تو البته با طریق اولا درست است، خواندن دیگه. السلام علیکم و کید الله حاجی مرزا. من یک خواهر اسلامی شما سوال دارم. برای خاطر رمضان ما می توانیم که برای کسلی زنانه نشدن دارو استفاده بریم؟ یعنی زنان کسل زنانه دارن، خب برای خاطری که در رمضان مثلا بیمار نشوند. شما میدونید که کسل زنانه کمترینش 3 روز است، اکثرش 10 روز است. مثلا در همین ماه من بیمار نشوند گفته داروها هست، استفاده میبرن، همون پیش راهی و ره میزنه میگیرد و این ماه باید بیمار نمیشود. خدا رحمت کند صاحب فتاوای محمودی را خدای نظر که از دارالعلوم زاهدان جمع مولوی ها همگی کتاب درست کردن، از تمام حدیث های پیغمبر خدا جمع کردن. حضرت در کتابش بیان میکند که اگر همین داروی استفاده میبرد همین زن، اگر به جسم او ضرر نآورد، درست است در رمضان دارو استفاده برد تا که بیمار نشود. درست است، فقط اگر در جسم او، در جان او همین دارو ضرر نآورد. برای خاطر رمضان استفاده بردنش درست، برای پیشگیری برای کسل حج. حتی که خدا رحمت کند علمای ما برای مواسم حج هم زنها را اجازت دادند که مثلا حج میروند، برای طواف خانه کعبه را در حالت حیض کردن که وارد مسجد ممکن نیست، برای خاطر حج اگر همون داروها را استفاده برند که بیمار نشوند درست است. دوم، مسافه مسافری چند کیلومتر است؟ همین کتاب فتاوای محمودی را از مفتی رشید احمد خدا رحمتش کند دلیل آورده است که 77 کیلومتر خودش مسافه مسافری است. در همین دوم کتاب فتاوای محمودی از یکم کتابش در کتاب صلات همین فتوا را محمود، یعنی فتاوای من مفتی رشید احمد میارد که 77 کیلومتر شما از خانه بیرون شوید شما حکم مسافر دارید. سیوم، زن در جنت اگر 2 شوهر بگوید آنها وفات میکنند، با کدام خود در جنت هستند؟ مثلا زنهای اصلا در دنیا 2 شوهر میکنند، 3 شوهر میکنند، شوهرهاشون از دنیا میگذرند. روز قیامت البته زن همراه شوهرش در جنت است. اینا با کدام شوهر وارد جنت میشوند؟ اگر خداوند زنی که صاحب 2 شوهر باشد، 2 شوهر شد، مثلا همراه خودش 3 کس، اگر همین 3 نفر وارد جنت شوند، حدیث از ام سلمه هست، حدیث مشهور است، از پیغمبر خدا پرسیدند ای حبیب خدا، اگر زنی که در دنیا 2 شوهر داشته باشد، مثلا 2 شوهر کرده بود، با کدام این در جنت است؟ رسول الله گفتند که روز قیامت خداوند این زن اختیار می‌دهد کدام شوهری را که از این 2 شوهر اختیار می‌کنی. این زن
در دنیا که اگر با کدام این زندگی خوب داشت، کدام او اخلاقی خوب داشت، رفتار خوب داشت، باید برای خودش اختیار میکنه. به نام خداوند بخشاینده مهربان. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از سلام برایتان برادر اهل اسلام از درگاه الهی ایمان کامل، توفیق و انصاف، تنصیحاتی و خانوادی را تماند می نمایم. مقصد نامه به نام مبارک شما عزیزان نوشتن ما از آن است که ما یک گروه زنان محکوم شده درباره یک برادر نهایت گرامی قدر حاجی مرزا معلومات پیدا نموده، ثبت‌ها و دیسکه‌های امر معروفی نموده ایشان را گوش کرده که خوشنود شدیم و کمی هم باشد از چی بودنی گناه و ثواب خبردار شدیم. اینا زنایی هستند که در ترمه هستند، همونا مکتوب روان کردند. برادری عزیز شاید نامه مرا گرفته حیران شوید، البته ما از روی نافهمی و گمراهی امروز گرفتاری محبس گردیدیم. اکنون از رفتار و کردارهای ناشایسته خود خیلی پشیمانیم. افسوس میخورم. اکنون میخواهم که اگر شما همچون برادر اسلامی قدم مبارک خود را سوی ما زنان عاجز و گمراه رنجه نموده چند پند و اندرز بهرمان عرض می نموده، اجر و ثوابیت زیاد را خداوند برایتان ارزانی می نمود. از شما خواهش می نمایم که این نامه مرا بی نتیجه نگذارید و از حال زار ما مادران زنده به گور خبردار شوید. امروزها بسیاری زنان مسلمان برای پاره نان ایمان خود را فروخته گمراه گشتند. شما که از علم و اسلام قرآن با خبر هستید، البته باید برای این مسئله خلاصه برآورید. آمدن شما رو ما زنان مظلوم و منتظر به نهایت انتظاریم. باقی خداوند توفیق و انصاف را برایتان ارزانی نماید. در امان خدای عز و جل باشید. خدا حافظ. با امید روز دیدار. یعنی انشاءالله ما اینا وقتی خوندیم نیت کردیم که یک روز خدا خواسته باشد جدا میکنیم و نزد این مادر و خواهر رو البته حاضر میشویم، و زیرا که بعضی خبرها هم از همون محبس خانه آمد که نصرانی ها رفته اینها را به طریق دادن پول و دادن آذوقه از دین اسلام میگردانند، در دین نصرانی در آورده ایستادند. این خیلی البته گویم مصیبت است، کوشش کنیم، ولی که اونها بیچاره در داخل محبسند، اونها گویم عذر دارن، احتیاج به پاره نان و احتیاج به پول دارن و این خاطر بعضی‌هاش ایمانهای خدا میفروشند، اگرچند این جنایت است، این گناه است، لیکن امروز بنده های خدا در همین آزادی حتی ایمان خدا فروخته است. در همین آزادی امروز بعضی نصرانی هایی که در شهرهای ما و شما جای گرفتن، فرزندای ما و شما را با آموختن یک علم کامپیوتر از دین اسلام بیرون میگیرند، در دین نصرانی میدرارند. پدر مادر او خرسند است که بچه من علم دنیا را میگیرد. این علم دنیا به خدا قسم این سبیل سر پدر مادر میشود. شما اهمیت این بچه های شما کجا میروند؟ پیشی که ها را تعلیم میگیرند. در همین شهر ما و شما اونها کوشش دارن به واسطه انچه یک گویم آذوقه یا که تعلیم های علم کامپیوتر یا دیگر فرزندای ما و شما را از دین اسلام بیگانه میکنند. آخر از گفتن بسیار در پیش ملاها هم باور کن، در پیش ارتیساشن، در پیش حکومت هم بدنام شده مخیر. کی میفهمید شما؟ بعضی رفیقای داشتیم حتی صاحب منصب شدن سلام نمیکنن، ختمالله بود بد شده و با پشت نمی سخنی حق بد شده گرد ساخت دیگر من یکان رای بد ندارم، لیکن کی شما سخنی حق قبول میکنید؟ و مانده شده من گفتن باور که درد ما میکنن. پنج وقت نماز داریم، نماز جماعت داریم، مولایم، حاجیم، شیخیم، صوفیم، توی ما شما را میبینن. باور کنید
معصیت گناه را خنده میگیرد. برای خواهر عزیز رفت آمد قد نکن، رفت آمد کردن بگی احترام خود خوشت آمد توجه بیار. این از روی جهالت نافهمی بیچاره. انشاءالله روز از روزا خدا هدایتش میکنه. دعا کن که خدا هدایتش نمای گمراه است. سلام علیکم بابای حاجی مرزا، التماس با همین سوال من جواب دهید. برادر من کسل پوست است. من گفتم که ای برادر تو از خدا طلب کن، خدا شفا میدهد. او مرا از خانه پیش کرد. بعداً گرم چشمه رفت، از آنجا سنگ و آب آورد. من گفتم که تو شرک میکنی. پدرم باشد در عوض این سخن مرا لطقین کرد. دانلا چی میگویی؟ برادر عزیز، گرم چشمه رفتن این غلط نیست. آدمی که مثال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لکل داء دوا میگوید. هر یک درد دوا دارد. مقصد آدمایی که کسل پوستن میروند در گرم چشمه در کجا روند تبابت کردن بگیرن، لیکن شفا را از خدا ببینن. از اونجا بعد هر یک نوده درخت و بعد سنگ این مزار گذشته شده است و این تبرکه نیاش دروغن، ایناشا باور نکنید. همه وقت شفا از خداست. خداوند شفا را میبخشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک جوان زن دارد، تقریباً 3-4 سال شده است که فرزند نیافته است و با زن دیگر عاشق شده است و این زن بیوه و صاحب 2 پسر است. این زن بیوه با این جوان میگوید که زنی خودت را سر میدی، بعد من به خانه میآیم. زن یکم را پیش کرده است و اما او را طلاق نداده است. میخواهم که جوابش را از شما شنوم. همون جوان در همین مسجد شما نماز میخواند. خیلی مادام زنی بیوه را گرفته است، 2 فرزند دارد. این گناه نیست گرفتن این زنی بیوه. گرفته است، زن اوله که از خانه پیش کرده است بینش طلاق شده. طلاق دادن اما که برای تو مثال زندگی نداری نیت با او، طلاق شده. نیت داری زندگی، بیار زندگی تا کردن بگیر. از همین 2 راه تاش انتخاب کن. بسیار از جوانایی که دختراشون 3 سال و 4 سال بیچاره در خانه طلاقشون میکنن. طلاقشون که این هم یک نامردی است. بگذار بایم شوهر که رواد باز زندگیش ببینن. چگونه ای که تو فرداش در زن گرفتی وایم بیچاره باز اما عدهش که گذشت رفته شوهرش کردن میکنه. این چی باقی ندارد این. السلام علیکم دومنا. زن گرفتن فرض است یا سنت؟ اگر فرض باشد یا سنت دلیلش چیست؟ اگر زن پیشنهاد کند که ریشت رو تراش بعد در نکاح تو راضی هستم چیکار کنم؟ یا میگوید که خانه به نامم بگیر بعد نکاح کن. خیر مسئله خانه گرفتن ده ولی بسیاری جوانا بسیاری برادرای هستند که میگوید وقتی کدام زنی را که میگویی که مثال بیا در نکاح من درون میگه اول خانه تا بنامم کن و مایلش چی گفتی؟ و تو زن گرفتن میتوانی خانه بنامی او گذارونی جنایت هست و فقط هم ای دنیا گذاشتی و بچه های تا ای خانه پیش میکنن کجا رو برد و حق دارد یک خانه را بنامش کن و زن تو لازم بوده زن داشتن در کار بوده در زن داشتن وقت خوش بوده پس چرا برای خانه جدا نمیکنی؟ بگذار صاحب خانه باشد یکان گناهی ندارد. خب خیلی دویم سوالش جواب گفته بودیم. زن گرفتن سنت است. سنت است یا فرض گفته است. دلیلش در چیست؟ دلیلش حدیث پیغمبر خدا است. با رسه صحابه میگن از خانه رسول اکرم اومدن، راوی های حدیث میگن که نمیدونیم کدام زن پیغمبر بود و پرسیدن از عبادت پیغمبر. پرسیدن پیغمبر چی خانه در عبادت میکنن؟ مقصد خواستن که عبادت های خانه بودگی پیغمبر آموزن و از همون چیکار کنن در خانه های خودشون عملی گردانن. وقتی آمدن گوش کردن گویم هر سه اینها به یک خلاصه آمد.
مثلا عبادت پیغمبر خدا را شاید که ناچیز شمارد، یعنی کم بود عبادتش. و با یک دیگر گفتن خیلی باید پیغمبر است، او خدا اول و آخر گناهش بخشیده است. و یکی از اونها چی گفت؟ گفت من ابدی روزه میگیرم، هیچ وقت روزه من نمیشکایم. دیگرش گفت من همه شب خواب ترک کردم، همیشه با عبادت میایستم. دیگر گفت من هیچگاه زن نمیگیرم. نزد همون زن پیغمبر گفتن از خانه پیغمبر بیرون شدم. وقتی پیغمبر خدا آمد این زن و پیغمبر خبر داد که 3 نفر آمد همچنان سخنرانی کردن، از خانه بیرون شدن. پیغمبر خدا آمد نزد اونها گفت شما بودید همون کسانی که خانه من رفتید؟ گفتم بله. شما بودید اون کسی که گفتید ابدی روزه میگیریم، شب دراز نماز میخونیم، خواب نمیکنیم و هیچگاه زن نمیگیریم؟ گفتن بله ما بودیم. حبیب خدا گفت آگاه باشید که من از شما دیده در پیشگاه خدا میترسیدگی شخص هستم و من از شما دیده در پیشگاه خدا قدر و قیمت زیاد دارم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اگر شما از سنتی من روی گردانید پس از من نیستید. شما گفتم مثلا من پیغمبر هستم، روزه میگیرم، با روزه من میشکارم، خب شب نماز میخوام، شب دیگرش با خواب میکنم و زن میگیرم. پس شما اگر این سنتای من از سنتای من که روی گردانید پس شما از من نیستید. و این خاطر زن گرفتن این سنت است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یک برادر برای ساختمان روز اینجا یک مبلغ آوردن که در حق من دعا کنید، در حق گذشتگان من دعا کنید. حقی حامیدم اینجا یک مبلغ دادن. یک برادر در حق مادرش که وفات کرده است و پدرش را خدا توفیق عطا کند دعا خواسته است و در حق آنهایی که در صندوق خیریه صدقه میکنند دعا کنید. خب و یک برادر دیگر ما هم اینجا مبلغ در دست ما دادن. برادر عمر از مسکو با همراه چند برادر دیگر نامشان گرفتن، در حق ایشان گفتن دعا کنید. البته همیشه ما در حق آن برادرایی که کمک کننده هستند برای آبادی این مسجد همیشه دعا میکنیم و برای برادرایی که در صندوق خیریه هم خیر میکنند در حقشان انشاءالله همیشه ما دعا کننده هستیم و بار دیگر دعا میکنیم که خداوند این خیر احسانها را قبول بگرداند و هر آرزو امیدی که این بندگان کردن خدایا امید و آرزوهاشون حاصل بگردانید، گذشتگانشون خدا رحمت و مغفرت بگردانید. همه مسافرهای این تاجیکستان ما را، تمام مسلمان ها را خداوند صحت و سلامت به خاندانشان برسانید. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. دامنو السلام علیکم. پدر من در روسیه کار میکند، پول روان میکند. مادرم پول را صرف بیهوده میکند، مهمانداری، دوگانه بازی، بازار روی. باز ما را میگوید که اگر پدرت پرسد گوید که لباس امان خرید، خوراک امان خرید. چی باید کرد؟ سخن مادر گیریم یا نگیریم؟ بابای حاجی مرزا، من در همین زندگی میکنم، در همین محله باشد. پدرم از مادرم و 15 سال هست که زندگی نمیکنم. ما مادرم اون رو میگوییم که بیا زندگی کن، میگوید که نمیکنم. از گردن ما ساقط میشود یا نمیشود. خب این دویم شکایت است از مادرها. اینجا یک شکایت دراز دیگر است، وقتی زیاد میگیرن. مثلا بسیار بیچاره این برادر ما هم صاحب 3-4 فرزند بوده است، معلومات عالی دارم، 30-31 ساله هستند. خب این مقصد از شکایتش از همین است که به نهایت مورد به احترامی در نزد عائله خودم قرار گرفتم. چیکار کنم؟ راهی خلاصی از این رو برای ما شما نشان میدید.
شما اگر همت آگاه باشید، اکثری سوال و جواب ما و شما شکایت از زنها، شکایت از دخترها می شود و راه خلاص را از ما می پرسند. ما چندین بار اینها را جوابها گفتیم. سوال یکمی که این دادر عزیز برای ما کرده است که پدر من در روسیه کار میکند لیکن پول او ذخیره نمی شود، بلکه در راه بازار روی و دوگانه بازی و مهمانداری سخت می شود. باز برای ما مادرمان این گونه تعلیم میدهد چیکار کنیم؟ البته جوانای عزیز، سخن پدر و مادر وقت قبول می شود که خلاف قرآن و حدیث نباشد. اگر سخن پدر و مادر خلاف قرآن و حدیث باشد، ما اینجا سخن پدر و مادر قبول نداریم. اگر این گونه مادر بی‌رحم و بی‌انصافی که گویم شوهر او که از بزرگترین شخص ها برای زن این شوهر می‌ایستد، او را بی‌حرمتی کرده و او را در یک حالت وزنی قرار داده، چهارسومی که وی بخیلی مشقت و دهشت به دست می‌آورد، این گویم که بی‌رحمانه وی صرف می‌کند، این خیلی زن بی‌انصاف و بی‌رحم است. حبیب خدا در حدیث‌های مبارک میگوید کسی که اگر رحم به مردم ندارد، خدا به او رحم نمی‌کند. مادامی که تو با یک از عزیزترین شخص برای تو شوهرت است، وقتی رحم نداره، انصاف نداره، والله که خدا به تو ولی زن هیچ وقت رحم نمی‌کند. از این در به انصافی دیگر نیست. وقتی که مبلغی که وی روان می‌کند برای خاطر فرزند، تربیه فرزند، آبادی خانه، این پول در راه نادرست وقتی که سر، این خیلی بی‌رحمی هست. من بسیار خوب می‌دیدم که این مادرهایی که امروز شوهرهاشون در روسیه هستند، پولی که روان می‌کنن برای تربیه فرزندهاتون روان کنید، برای آبادی خانه‌هاتون روان کنید، برای تعلیم فرزندها آموختن علم قرآن را صرف کنید تا که برای شما یک خزینه در آخرتون شود. یا مادری که گفته است من با این شوهر زندگی نمی کنم، اگرچه 15 سال اینها قهری هستند. 3 روایت حدیث است، در یکی از اونها گفتگی است پیغمبر خدا که 3 طایفه است که از رحمت خدا دور است، در لعنت خدا گرفتار است. دوم روایت این است که 3 طایفه هست که خداوند نماز اینها، عبادت اینها را یک وجب از بالای سرشان دیگر بالا نمیبرد. 3م روایت این است که خداوند 3 طایفه را هیچ وقت عبادت چه قبول نمیگرداند. 3 روایت برای 3 طایفه. یک طایفه همین کین است و امرأة بات و زوجها علیها غضبان. ببین زن و مردی که در یک خانه زندگی میکنند و با یکدیگر قهری هستند. شوهر بالای زن غضب دارد، این گونه زن خداوند از رحمتش دور کرده است، نماز او را قبول نمیگرداند، تمام عبادتش یک وجب از بالای سرش بالا نمیشود. خواهر عزیز، اینقدر ملامت و اینقدر عذاب به سر خود میگیری در یک دنیایی که امروز یا فرد جان به حق تسلیم میکنی. و از خدا نمیترسید، از عذاب پروردگار نمیترسید. و ما جمعه گذشته یک پشیمانی یک مادر برای شما خواندیم که فرزندها امروز مورد تحقیر قرارش دادن که خانه ما را تو بی فیض و بی برکات کردی، زیرا پدر ما از تو ناراضی بود. و تو فرد و هم تو هم وارد همین تحقیر باز قرار میگیری که نزد فرزندهای خودت دیگر قدر پیدا نمیکنی. از خدا ترسیدن در کار، شوهرها را احترام کردن در کار، و قدر شوهرها رسیدن در کار. این برادری که نامه نویسنده است، شما نامه را دیدید پشت رو پر از بیچاره، فقط شکایت است چیکار کنه، 4 فرزند زیبا داره، لیکن ذره در خانه قدر و قیمت نداره، چیکار کنه؟
مثلا بیچاره در همه درد و در همه غم و مشکلات روبرو می شود. این خیلی آدم دیندار است که مراجعت کرد ولی دیگر جوان نشی دارید زیر رفت خود قرارش داده بود با 100 طلاق دیگرش کرده بود و از خانه پیشش کرده بود. آخه این هم از دست جوانان می آید. تا این روزهای تا حال ما کسی را دلالت نکردیم که زن طلاق ده، لیکن اگر همچنان معامله زنها رفتن که گیرد آینده مجبور میشم که بیم از خانه پیش آن طلاق شده و جانتان خلاص کنید. و شرط است تا همین اندازه ما و شما آمده رسید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک می‌فرمایند لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. اگر سجده کردن آدم درست میشد هر آینه امر میکردم که زنها شوهرهاشون را سجده کنند. و سجده کردن آدم درست نیست، لیکن اگر درست میشد اجازت میدادم که زنها شوهرهاشون را سجده کنند. برای چی؟ به خاطر که حقی بزرگه که شوهرها بالای زنها دارند. و شما هم خواهرای عزیز حق دارید، شما هم بزرگی دارید، شما هم شرف دارید، لیکن شرف و بزرگی مرد از شما بالاتر است. به قدر شوهرهاتان رسید، از عذاب پروردگار ترسید. خیلی مصیبت است به خدا. در یک خانه، در خانه مهنت کرده مرد زندگی میکنی، بیچاره تا بیگاه کار میکند، آب و نان تأمین میکند، با او قهری هستی. تمام ملائکه ها به خدا، تمام پرنده ها، تمام آن چیزی که در روی زمین است برای این گونه زن لعنت